الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التوحيد برادران و خواهران عزیز، إن شاء الله که بإذن الله سبحانه وتعالى از کتاب رد قاطع و معروف راسخ و هم مسلکانش که ما در مسئله چهارم آمده بودیم که در بیان منهج سلف، که اولین چیزی که سلف ما بیان کردند که مردم از نظر قرآن و سنت با فهم سلف مردم به دو قسم تقسیم می شوند. یک قسمش کافر است و یک قسمش مسلمان و مؤمن و موحد. کافر و مشرک و مسلمان مؤمن موحد. و دوم مسئله این بود که منهج سلف و صالح در انکار و تکفیر اهل بدعت بود. یعنی اهل بدعت انکار میکردند و کسانی که اهل بدعتی که بدعتشون مکفره بود تکفیرشون میکردند. سوم مسئله در یعنی اجماع سلف و صالح بر آن است که توحید و شرک یعنی چی بودند؟ نقیضان، دو چیزی که با هم ضد هستند، هیچگاه یک جا نمیشوند. یعنی در یک انسان توحید و شرک جمع نمیشود. و امروزینه موضوع ما باشد، امروزینه مسئله چهارم. مسئله چهارم همین است که این جهمی ها در حقیقت جاهل ترین مردم در دین الله هستند، زیرا مراتب دین را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نموده است انکار نمودند. مراتب دین را انکار نمودند. ابوالغریب جهمی گفت که هر کس مسلمان باشد ولی کفر اکبر عملی را ظاهر انجام دهد، این انسان کافر است، موحد نیست، اما وی را مسلمان مینامیم ولی مؤمن نیست. یعنی یک انسان کفر و شرک اکبر رو میکند، در نزد این جهمی ها کفر و شرک اکبر ظاهر رو میکند، او کافر است، موحد نیست، اما مسلمان است. اینها سومین قسم انسان رو یعنی به وجود آوردند، یعنی به میان آوردند. زمانی که معروف راسخ از این سخن باخبر شد، آن را تصدیق نموده و گفت برادر ما ابوالغریب تاجیکی خوب بیان کرده است، الله برایش اجر بدهد. گفته یعنی معروف راسخ این را بیان کرد و ابوالغربا هم عیناً همین سخن را گفت که کفار مسلمان نامیده می شود ولی نه مؤمن، والعیاذ بالله. یعنی ابوالغربا که به نام ابو ابراهیم یا که غربا هست، این کس گفت که در همون کتابی که نوشت، یک کتاب کفری شرکی را که نوشت، رسالچه را، کتاب هم نیست، یک رسالچه است که در اونجا بالاخره طاغوت پرست ها رو مسلمان گفته می شود، گفته اعوذ بالله منتشر کرد. فردا سحرش بر آمد و از قولش گشت که نه، من این گپ رو نگفتم. سوگند به الله عز و جل که این مسئله از واضح ترین مسائل اعتقادی است، ولی این جهمی ها
مثل امامشان جاحظ و جهم ابن صفوان از ظاهرترین مسئله جاهل ماندند، ولی خود را عالم و مفسر و محدث نام گذاشتند، در حالی که اینها از انمون خر همسایه خود هم چی هستند؟ گمراهتر هستند. یک تعداد از جوانان که حق را کنار گذاشته علمای جاهل و جهمی های خودشان را به خود راب گرفتند، از ما سؤال نمودند. یعنی شیخ گفته ایستند که از ما سؤال نمودند شما چگونه مسلمان را به دایره اسلام داخل کردید؟ به حال این مدعیان علم و فهم تعجب میکنم، گویا که کاملا از عقل محروم گشته‌اند. بله حق است که سلف و صالح فرمودند که فتنه عقل را میرباید، یعنی که از بین میبرد، همان طوری که شراب عقل را از بین میبرد. حالا سخنان سلف و صالح را در بیان مراتب دین و فرق مسلم و مؤمن ذکر می نماییم. وقال عبد الملك الميمون سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال لي نعم. قلت له بأي شيء تحتج؟ فقال لي قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سوره حجرات آیه 14. قال وأقول مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني. وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله ابن عباس والحسن ومحمد بن سیرین. این در الایمان ابن منده جلد 1 صفحه 311 آمدگی است. در اینجا میگویند که عبدالملک المیمون گفت احمد ابن حنبل رحمه الله را سؤال کردم. از احمد ابن حنبل یعنی سؤال میکنم آیا بین اسلام و ایمان فرق میگذاری؟ یعنی از احمد ابن حنبل از سلف ما پرسیدند که آیا بین ایمان و اسلام فرق میگذاری؟ احمد گفتند بله. به او گفت، یعنی از احمد ابن حنبل پرسیدند که حجت تو چی است؟ سلف رو بینید، سلف یک سخن رو اگر بگویند میگفتند که حجت تو چی است؟ حجت بیاور. از احمد ابن حنبل رحمه الله زمانی که حجت پرسیدند احمد ابن حنبل چی گفتند؟ احمد ابن حنبل فرمودند که الله عز و جل میفرماید قالت الاعراب آمنا. اعرابی ها گفتند که ما ایمان آوردیم. قل یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو با آنها که لم تؤمنو، شما ایمان نآوردید، ولکن قولوا اسلمنا، ولیکن بگویید که ما تسلیم شدیم، اسلام آوردیم. یعنی و تا به حال ایمان به قلبهایشان، قلبهای شما یعنی داخل نشده است. و گفت میگویم مؤمن ان شاء الله و میگویم مسلم و استثناء نمیکنم. یعنی در مسلم استثناء نیست، اما در مؤمن استثناء هست.
زیرا که مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی به استثناء یعنی وجود ندارد. برای که انسان ها یعنی کمبودی ها دارند. برای مؤمنی که به استثناء شود انسان به تمام شریعت کلا به همه تا به مستحبات مایده ترینش 100% عمل کرده تواند، بعدا استثناء نگذارد اگر این دیگر گپ است. اما نیست این گونه انسان هایی که به تمام شریعت عمل کرده توانند، به تمام. خب اما مسلمان استثناء نگذاشتند و این چنین سخن را جماعت از صحابه و تابعین از جمله ابن عباس، حسن، اینجا حسن والله علم شاید حسن البصری باشد، و محمد ابن سیرین نیز گفتند. این در کتاب ایمان ابن منده آمدگی است. یعنی مسلم کسی است که در دایره اسلام بوده و اصل ایمان را دارد و وقتی اصل ایمان را بیان می نماییم استثناء کردن در ایمان درست نیست. ولی مؤمن مرتبه دوم اسلام است که اصل ایمان و واجبات ایمان را نیز دارد. اما اینها چی گفتند؟ اینها گفتند که این آیه برای چی؟ این که ابوالغریب جهمی گفت که این آیه سوره حجرات آیه 14 برای کی نازل شده است؟ برای کافر و مشرکان نازل شده است گفت. خیلی که میبینیم در اینجا احمد ابن حنبل گفته ایستادند که این برای مسلمان نازل شده است. یعنی برای مرتبه گذاری کردن که مسلم و مؤمن همین آیه را دلیل آوردند. ولی جهمی ها نفهمیدند و مسلم را از دایره اسلام بیرون کردند و کافر را نیز مسلم نامیدند. در حقیقت همین خیلی است. کافر را مسلمان لغوی گفتند که مسلمان لغوی انشاءالله به این موضوع آمدیم. در اینجا قولهای محمد امین شنقیطی مفصل بیان کردگی هست. انشاءالله با شما اونها رو هم یک به یک گفته میگذاریم. و در اینجا قول رو آوردگن که وقال ابو جعفر محمد بن علی ووصف الإسلام فدور دائرة واسعة، فهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة، فإذا زان وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر، كفر بالله عز وجل. ابو جعفر محمد بن علی محمد ابن علی اسلام را وصف نمود و دایره بزرگ و وسیع را کشید و گفت این اسلام است و در وسط دایره کبیر یعنی یک دایره بزرگ را هم کلان را هم و هم مایده را صغیر را هم کشید و گفت این ایمان است و هنگامی که مؤمن زنا کند و شراب نوشد از ایمان خارج می شود به سوی اسلام و او را از اسلام خارج نمی نماید مگر کفر به الله عز و جل. یعنی یک انسان اگر گناه کرد، گناهی کبیره کرد و مثل زنا دزدی، او انسان کافر نمی شود تا زمانی که حلال نشمارد. اما اگر حلال شمارید یک باره کافر می شود بدون کردن. یعنی نکند هم حلال شمارد، اعتقاد کند که یعنی زنا حلال است، اعتقاد کند که دزدی کردن حلال است، حرام الله را حلال کرد
кофир мешавад. аммо агар амалӣ кард, гӯяд ки бале ин ҳаром аст, Аллоҳ манъ кардааст, ин азобҳо дорад ва ин ваъидҳо дорад, дар ин ҳолат агар кард, дуздӣ кард, дар ин ҳолат фақат чӣ? Дар ин ҳолат фақат гуноҳи кабира кард, аз имон ба ислом хориҷ шуд. яъне мусалмон аз дараҷаи муъминӣ ба дараҷаи муслим, ба дараҷаи мусалмонӣ поён фаромад. ва аммо агар ки тавба кард, аз гуноҳаш тавба кард, боз ба дараҷаи муъминиш бармегардад, чӣ гуне ки дар ҳадиси Абу Довуд омадагӣ аст ва мисли як куртае ки ҳаст, аз бадан ҷудо мешавад, мегӯяд дар вақти зино, дуздӣ, арақнӯшӣ ва боз мегардад. яъне мусалмон касе аст ки исломи зоҳир дошта бошад ва аз ӯ куфри акбар ва ширки акбар ба вуқӯъ напайвандад. яъне ки аз ӯ ширк ва куфри акбар дида нашавад ва ё ин ки ба ширк ва куфри акбар воқеъ нашавад. вале мусалмоне ки куфри акбар ва ширки акбарро анҷом дод, ӯ кофир аст, дигар ӯ мусалмон гуфта намешавад, кофир аст. ҳаргиз ба ӯ мусалмони луғавӣ ва ҳукмӣ ва ҳақиқӣ ном гузошта намешавад. ва ҳар касе номи мусалмонро ба ӯ бигузорад, мухолифат ба манҳаҷи салафу солеҳ намудааст ва ин залолати мубин аст, яъне куфр аст. як кофира мусалмон гуфтан куфр аст. зеро дар куфри ӯ шак кардан аст, кофира кофир нагуфтан аст. ва ҳаза мазҳабу ҷамаъатин мин аъиммати алъаthari واحتجوا بخبر عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم که این در کتاب همان آمدگی است. خلاصه در اینجا مسئله خیلی که هست که شریعت ما به چی است؟ به ظاهر است. ما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ما به ظاهر یک انسان نظر کرده حکم میکنیم، اما چیزی که در باطن او است او را به الله حواله میکنیم، او را به الله میسپاریم که الله سبحانه و تعالی، یعنی از سیر و اسراری که در قلب او است الله خودش آگاه است. و همین اعتقاد مذهب جماعت از ائمه اهل حدیث است و حجت آنها خبر عمر بن الخطاب، حدیث جبرئیل است و خبر سعد بن ابی وقاص و همچنین ابو هریره رضی الله عنهم می باشد. پنجمین مسئله همین که جهمی های زمانه از تقسیم شدن مسلمان به دو قسم، مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی، جاهل بوده. این دو را به هم آمیخته می نمایند یا به هم آمیخته می کنند. نقطه قابل توجه همین است که مذهب معروف راسخ به اعتبار مسلمان شماریدن کفار و مشرکین مذهب جاحظی و جهمی است و اما به اعتبار تقسیم مسلمان ها اصل مذهب خوارجی را یعنی اختیار کرده است. زیرا در نزد اینها فقط یک مسلمان حقیقی هست. فهمیدید که در نزد اینها و هم مسلکان او فقط مسلمان حقیقی وجود دارد، تمام. یک نمود مسلمان است، مسلمان حکمی نیست. یعنی که اینها به مسلمان حقیقی فقط مسلمان ها را یک نمود قرار دادند و دیگر مسلمان ها را تکفیر کردند. تکفیر کرده
یعنی کافر است و اما مسلمان لغوی است گفته از پیش خود یک اصطلاح جدید و یک مذهب جدیدی رو ایجاد کرده که تا به امروز و تا روزی که زنده هستیم دعوا میکنیم و طلب میکنیم از این جهمی ها که توبه نکردند، به این عقیده جهمیگیشون رفتند. البته که اینها کفار هستند، مشرکین هستند و اما اینها تا به آخر عمرشون این به این سخنشون از سلف یگان دلیل آورده نمیتوانند. به همین خاطر توبه کردنشون برای اینها بهتر است. بله باید قید کرد که این جهمی ها که کفار رو مسلمان لغوی وصف نمودند، در بین خود آنها اختلاف در تقسیم مسلمان، در تقسیم یعنی مسلمان در بین آنها در تقسیمات یعنی در تقسیم مسلمان ها مسلمان یعنی وجود دارد. اونها ابوالغریب تاجیکی به طور واضح و آشکار اصول مذهب خوارج را اقرار کرده و گفت هر کسی که اهل نماز است ولی ما از حقیقت او بیخبر هستیم، مثل امروزه مسلمان نماها که وجود دارند همه اونها یعنی چی هستند؟ کافر هستند و مؤمن نیستند، ولی مسلمان گفته می شود. مسلمان گفته می شوند. با مسلمان حقیقی نه مسلمان حقیقی، مسلمانی چی؟ مسلمانی لغوی گفته می شود. یعنی اینها مسلمان ها را یک نوع قرار دادند تا یعنی که اون رو ما حقیقت اون رو خبر نداشته باشیم از او، ما او را مسلمانی لغوی میگوییم، یعنی کافر است در نزد ما. از یک جانب مسلمان هایی که ظاهرا لا اله الا الله میگویند، نماز میگذارند و دیگر عمل هایی که مثلا در شریعت هست ظاهرش که عمل میکنند، ما مسلمانش میگیم، اما اینها میگن که نه او مسلمان نیست، کافر است میگه، اما مسلمانی لغوی است میگه. یعنی در نزد اینها کفار، مشرکین، بت پرست ها و ملحد و یهود نصارا مسلمانی لغوی هست. خب یعنی تا زمانی که مسلمان حقیقی بودن انسان ها رو نفهمیم آنها کافر هستند، اگرچه اهل نماز بوده و از آنها هیچ کفر اکبر و شرک اکبری هم دیده نشده باشد. الله المستعان. دیده استودید که اینها چقدر از یک جانب عقیده جهمی، از یک جانب عقیده خوارج، اصول خوارج منتشر کرده ایستادند و این عیناً اصول و اعتقاد خوارج است که حکم به باطن می باشد. و ابوالغریب از جانب دیگر می گوید هر کسی که کفر اکبر را در عمل آشکار انجام داده باشد کافر است، مؤمن نیست ولی مسلمان است. دیده استودید؟ از یک جانب جهمی، از یک جانب خوارج. سبحان الله، این چی جهالت و تناقض است که از جانب اصول خوارج را اقرار نموده و از جانب دیگر اصول جهمی را اقرار نموده است. سبب همه این چی است؟ جهل است. اینها که علم ندارند، منهج خوندگی نیستند، از منهج بوی هم ندارند. البته تفسیر رو خونده و رفتن، عربی رو دانستن، منهج دانستن نیستیم. اینها کمی صرف و نحو چلچلپه از یاد کردند و فکر کردند که تمام اکن ما از همه چیز باخبر هستیم، لیکن از عقیدهشون دیده می شود که اینها بوی هم از منهج ندارند. معروف جاهل همین سخن ابوالغریب رو تصدیق نموده میگوید برادر ما چی زیبا بیان کرده است.
الله برایش اجر بدهد. بله، انسان که عقیده خود که همین گونه هست، هم عقیده خود همین گونه نصرت میدهد. عقیده معروف راسخ که خودش بیچاره خراب است، عقیدش از منهج سلف فرسخها دور است. چگونه باشد که یعنی هم عقیده های جهمی های خود رو یعنی که دستگیری نکنه. البته که عقیده هاشون که یک جا شد، عقیده هاشون که با هم موافقت کرد، عقیده های جهمیگی یک جا شدند. ولی در نزد ابو مسلم افغانی که در دفاع معروف جاهل قیام کرده بود، مسلمان سه قسم است. مسلمان حقیقی و حکمی و لغوی. هرچند ابو مسلم مذهب خوارج را اقرار نمی کند، اما انواع و یعنی نوعها و یعنی اقسام مسلمان ها را بیان می کند. هیچ کسی نه از سلف نه از خلف چنین تقسیمات نکرده است که همه کفار را مسلمان لغوی بنامند، بجز معروف جاهل که معتقد است به این که آنها به جزء از ربوبیت ایمان دارند. نزد این مسکین هایی که از خر همسایه‌شان هم جاهلتر هستند، گمراهتر هستند، ملحدین، کمونیستان و یهود و نصارا و مشرکین قریش و غیر همه آنها مسلمان لغوی هستند. در نزد اینها، در نزد معروف راسخ و هم مسلکانش، معروف راسخ و هم مسلکانش. حالا ما اصول خوارج داشتن معروف راسخ را بیان می نماییم. خوب دقت نمایید تا حق برای شما واضح شود. معروف راسخ می گوید هر کسی که کفر بر طاغوت ندارد و ایمانش صحیح نیست، او را مسلمان لغوی خطاب نمودن جایز است و این استعمال شرعی است، ولی منظور ما مسلمان شرعی و حقیقی نیست. والعیاذ بالله. در نزد معروف راسخ دو نمود مسلمان وجود دارد: مسلمان شرعی حقیقی و مسلمان لغوی. مسلمان لغوی این همان کفار و مشرکین و کسانی که کفر بر طاغوت ندارند و ایمان آنها صحیح نیست، اما مسلمان حقیقی باشد و حکمی را سلف صالح مسلمان حقیقی و حکمی را سلف صالح بیان نموده فرمودند که هر کسی که در ظاهر و باطن مسلمان باشد آن مسلمان حقیقی است، ولی هر کسی که در ظاهر مسلمان باشد ولی از باطن او بیخبر هستیم، این مسلمان حکمی و یا اسمی و یا ظاهری و یا اهل قبله است. اما در نزد معروف راسخ دو نوع مسلمان وجود دارد. خیلی که گفتیم مسلمان حقیقی شرعی و مسلمان لغوی، یعنی که مسلمان حکمی ظاهری اسمی اهل قبله رو از بین برد. یک نوع مسلمان اگر در اصل گیریم در نزد معروف راسخ یک نوع مسلمان است، یعنی مسلمان حقیقی، دیگر مسلمان نیست در نزد معروف راسخ. همین اصل و اصول چی است؟ خوارج است که تا نداند عقیده او را، تا نفهمد، یعنی چگونه که خوارجین میگویند که تا عقیدهش رو نفهمیم با باطن حکم میکنن، عقیدهش رو نفهمیم ما او رو مسلمان گفتن نمیتوانیم. اینها من همین گونه است. هر کس مسلمان حقیقی باشد در این دنیا و آخرت مسلمان است
و عاقبت او باذن الله جنت است. و هر کسی که مسلمان حکمی است در دنیا در اساس ظاهر حکم مسلمان به او داده می شود، ولی در آخرت والله اعلم به حال او، الله داناتر است به حال این گونه انسان. اگر در باطن هم ایمان داشته باشد نجات می یابد، ولی اگر در ظاهر مسلمان بود ولی در باطن کفر را پنهان داشت در باطنش، حکمش در دنیا مسلمان و در آخرت کافر است. یعنی این رو ما از قلبش که خبردار نیستیم حکم نمیکنیم، لیکن از نظر منهج بیان میکنیم که بله این گونه انسان ها بودنش ممکن است، این گونه انسان ها بودنش ممکن است. مثلا یک انسان می آید در بین موحدین می درآید، سالهای سال خود موحد میگوید، شاید خود آمده سالهای سال شاید میخواند، دعوت میکند در بین موحدین، لیکن منافق است، قلبش پر از مرض است، قلبش پر از غله و غش بر اهل توحید است. یک روز نمییابد، جای نمییابد که اهل توحید رو چخیل قتل کند و به طاغوتین بسپارد. اما ظاهر او رو وقتی که ما میبینیم میگوییم خیر مسلمان است. از کجا میدونیم که قلب این در داخل قلبش اینقدر درد و رنج و علم دارد که امروز هر یک ما و شما شاهد هستیم به این منافقینی که در داخل موحدین داخل شده، استفاده برده از موحدین رو به اگر کمتر دغلتر گوییم اسپولزوت کرده، نفاق خود رو آشکار، البته نفاق اینها آشکار نکردند، الله اینها رو آشکار کرد، الله شرمندگی اینها رو برآورد. اینها حرکت کردن خود پنهان کردن، لیکن الله الحمدلله که اینها رو شرمنده کرد و چهره های واقعی اینها رو نشان داد. انمین است که مثال ظاهرا ما میبینیم که مسلمان است، میگیم خیر مسلمان است، لیکن در قلبش نفاق دارد، در قلبش کفر دارد، شرک دارد، بغض و کینه و عداوت دارد. مثال منافقینی که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشتند، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم از منافق بودن آنها خبر نداشتند و به ظاهر آنها معامله می نمودند. همون انسان‌هایی که امروز عاذری ها می آیند این مسئله رو به میگن آنها آخر منافق بودند. بله منافق بودند، اما چگونه منافق بودند؟ منافقان بودند که در ظاهر اسلام خود ظاهر کرده بودند، در قلب نفاق خود پنهان کردند. خیلی امون با بارك الله فيك. کمی اینترنت ضعیف شد، چی شد والله اعلم، پرتفت. بالاخره الله سبحانه و تعالی در اینجا فرمود که اونها چی گفتند؟ اونها گفتند که ما، حالا این سألتهم، وقتی که از اونها پرسیده شد، لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب، اونها گفتند که ما فقط خواستیم کمی شوخی کنیم، کمی، یعنی همون خستگی راه از خود براریم. الله سبحانه و تعالی گفت که بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. آیا شما با الله و با آیات و با رسولش یعنی مسخره و استهزا میکنید؟ عذر نگویید بعد از ایمانتون کافر شدید. برای همون اینها در ظاهرشون، خیلی که ابن کثیر میگوید در تفسیر خودشون که میگه در ظاهر اینها کی بودند؟ در ظاهر
یعنی اسلامشون رو ظاهر کرده بودند، اما در قلب که نفاق داشتند آشکارش کردند. و الله سبحانه و تعالی هم در جای دیگر میفرماید در سوره توبه در آیت 101 که و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. انا اینجا شاهد دلیل میگه که لا تعلمهم یعنی شما نمیدونید، نحن نعلمهم ما میدونیم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. و بعضی از کسانی که بودیانشین هستند که در اطراف شما هستند و بعضی از اهل مدینه منافقند که اونها چیکار کردند؟ بعضی از اهل مدینه که اونها را شما نفاق کردن، یعنی منافق بودند که نفاق اونها را شما نمیدونید. از همون منافقین خیلی هم خود را به مهارت، خیلی هم خود را انسان‌های زیرک میشمارند، خیلی هم انسان‌های زیرک میگیرند، لیکن الله همین خیلی شرمنده شون میکند که خود بیخبر هستند. موحدین نفاق اونها رو میفهمند، بسیاری وقت موحدین نفاق اونها رو میفهمند، درک میکنند، لیکن نمیخواهند که اینها رو شرمنده کنند. شاید توبه کنند، شاید زیرا موحدین مهربان هستند، شاید توبه کنند، گفته مهلت میدهند اینها، اما نمیفهمند. الله سبحانه و تعالی گفت که تو آنان رو نمیدونی، نمیشناسی، اما ما آنها رو میشناسیم، 2 بار آنان رو عذاب خواهیم داد، سپس به عذاب بزرگ بازگردند، به عذاب بزرگ بازگردند یا که بازگردانده میشوند. یعنی منافقان در مدینه بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از منافق بودن آنها علم نداشتند، یعنی خبردار نبودند و به آنها در اساس اسلام ظاهری حکم نموده و آنها را مسلمان حکمی میگفتند و می نامیدند، یعنی مسلمان حکمی، زیرا حکم به ظاهر اسلام است و باطن انسان به الله ترک کرده می شود. از لحاظ حکم در نزد اهل سنت 2 نوع مسلمان موجود است: مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی، و قسم سوم باطل است. امام ابن القیم رحمه الله می فرماید فالناس اما مؤمن ظاهرا و باطنا و اما کافر ظاهرا و باطنا او مؤمن ظاهرا کافر باطنا او کافر ظاهرا مؤمن باطنا والاقسام الاربعه قد اشتمل عليها الوجود وقد بين القرآن أحكامها فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة. وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤهم. سوره فتح آیه 25. الآية فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره. ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان
یکتم ایمانه. این در کتاب اجتماع الجیوش الاسلامی اومدگی است در صحیفه 76 و 77. در اینجا چی گفته میشد؟ در اینجا میگوید که انسان ها یا مؤمن هستند در ظاهر و باطن، هم در ظاهر هم در باطن، این مؤمن حقیقی هست. و یا کافر هستند در ظاهر و باطن، این هم یعنی که کافر است، این کافر است. و یا مؤمن در ظاهر و کافر در باطن هستند، یعنی مؤمن به ظاهرشون مؤمن هستند، یعنی حکم ظاهری که است ما میبینیم میگیم که مؤمن و مسلمان است. و کافر در باطن و یا کافر در ظاهر و مؤمن در باطن می باشند. و این اقسام چهارگانه در مشتمل بر وجودش است و قرآن احکام این چهار قسم را بیان نموده است. احکام سه قسم اول ظاهر است و اول سوره بقره آن را بیان می نماید. و اما قسم چهارم در قول الله سبحانه و تعالی که و اگر مردان مؤمن و زنان مؤمنه که شما اکنون نمیشناسید در مکه وجود داشتند که اگر حمله کنید آنها را ندانسته چکار میکنید؟ میکشید یا که پایمال میکنید یا که هلاکشون میسازید. و آنها ایمانشون را در بین قومشون پنهان میکردند و متمکن به ظاهر نمودن ایمان خود نبودند. در واقع اگر در تطبیق و تقسیم نمودن حکم مسلمان نظر نماییم ما سه مذهب رو خواهیم دید. یکم مذهبی اول در اینجا اول یک مرتبه سخن قول ابن القیم کمی ایضاح میدهیم به شما. در اینجا نگاه کنید، انسان‌های مؤمن در ظاهر و در باطن این مؤمنان واقعی حقیقی هستند. کافرهایی که در ظاهر و باطن هستند اینها هم کافرهای حقیقی هستند. اما ظاهرش مؤمن و مسلمان است اما باطنش قلبش کفر است، یا یکی ظاهرش کفر است اما باطنش چی است؟ در باطنش مؤمن است. این یعنی که ما فهمیدیم که مؤمن واقعی و حقیقی معلوم شد به ما و کافر حقیقی به ما معلوم شد، اما ظاهرش اسلام است و باطنش کفر است. این هم برای ما معلوم است که این مسلمان حکمی است، یعنی در نزد ما مسلمان است، در نزد الله کافر است. اما بعض انسان‌های هستند که ظاهر اونها کفر بودنش ممکن است. چخیره که در اینجا آیت آوردن که بعضی یعنی که و اگر میگود مردان مؤمن و زنان مؤمنه که شما اکنون نمیشناسید در مکه وجود نداشتند که اگر حمله کنید آنها را ندانسته. یعنی که انسان‌هایی هستند که در بعض جاها بعض انسان‌ها نمیدونند که مقصد چی هستند. اونها مؤمن هستند، موحد هستند. امروز که خوارج ها تکفیر بالعموم میکنند، بالاخره تکفیر اینها به انمین گونه انسان هایی که مقصد مؤمن هستند، موحد هستند، به اینها البته کسانیش که مثلا حالتش سطر است، حالتش نامعلوم است 100%، به اینها دخل ندارد. اما کسانی که مقصد هستند، بعضی انسان ها خبر میدهند که بله در اینجا موحدین است، مؤمنین است، در این حالت هم چیکار میکنند؟ تکفیر بالعموم میکنند. الان در مسئله تطبیق و تقسیم نمودن حکم مسلمان
نظر نماییم به سه مذهب رو، یعنی که این مذهب ها چی مذهب ها هستند. یکمین مذهب خوارج که تنها قائل به مسلمان حقیقی هستند، که از همین سبب مسلمان هایی که شهادتین رو گفتند و نماز میخوانند و باطن آنها معلوم نیست، در نزد خوارج آنها کافر محسوب میشه، یعنی که کافر حسابیده میشوند در نزد اونها. یک انسانی که یعنی ظاهرا چی است؟ ظاهرا اسلام دارد، ظاهرا اسلام دارد و شهادتین رو میگوید، نماز میخواند و دیگر احکام های شرعی رو میکند، این مسلمان است در نزد ما. اما خوارج در همین اساس همه مسلمانان عالم را تکفیر عام نمودند و گفتند که آنها اسلام ظاهری دارند و باطن و حقیقت آنها مجهول است، پس کافر شماریدند و در نزد خوارج مسلمان حکمی و ظاهری اسمی اصلا وجود ندارد و به این تکفیر بالعمومی که کردگی هستند، اینها حکم ظاهر را چیکار کردند؟ حکم ظاهر را از بین بردند و هر کسی که حکم ظاهر را انکار کرد و این را از بین میبرد، این گونه انسان ها کفار هستند. اینها خوارج های غلات نه. خوارج های غلات کسانی هستند که به نمون به یک حکمی که مثلا چخیلی که در زمان مثلا علی رضی الله عنه اونها که مقصد کافر نشده بودند، به بعضی مناط هایی که خود فهمیده بودند، اما این آشکار و واضح حکم ظاهری را انکار کردن است و حکم ظاهری را از بین بردن است و به این حکم کردنشون خودشون کافر شدند، زیرا انکار حکم ظاهری را کردند، انکار قرآن و سنت کردند و انکار فهم سلف کردند. بارک الله فیک. اما دومین مذهب جاحظی و جهمی که تنها قائل به مسلمان حکمی هستند و اعتقاد دارند که شهادتین و نماز برای داخل شدن به جنت کافی است و کفر بر طاغوت و براءت و موالات در دین آنها وجود ندارد و حتی دعوت به سوی مسلمان حقیقی را خوارج می نامند. یعنی به مسلمان شدن حقیقی اگر دعوت کنی به توحید واقعی، به توحید حقیقی، که توحیدی که مثلا انسان ظاهرا یک انسان مسلمان است، شهادتین را گفت، توحید را قبول کرد، اما قلبا تفصیلا به تمامی مثلا رکن و شرط و واجبات و تا به مستحباتش آموخته نشه، به این یعنی مسلمان حقیقی وقتی که دعوت کنی، اینها میگن که اینها خوارج هستند. به مثل امروزینه آذری هایی که اینها هم اصلی مذهبشون جهمی است، که اومده چی میگن؟ با ما میگن شما تکفیری و خوارج هستید. از یک جانب خوارج ها اومده میگن که شما آذری هستید. برای همون همیشه اهل سنت رو خوارج ها آذری گفتند و جهمی ها و مرجعه ها و این آذری ها خوارج گفتند اهل سنت رو. و در مذهب آنها ملت ابراهیم 2 رکن و 7 شرط، کلمه توحید و براءت از مشرکین و موالات بر موحدین و کفر بر طاغوت و تکفیر کفار و مشرکین و نواقض اسلام وجود ندارد در مذهب جهمی ها والعیاذ بالله. و اما مذهب سومین این مذهب اهل سنتی و الجماعه هست که قائل به مسلمان حقیقی و حکمی هستند، زیرا مذهب اهل سنتی و الجماعه این مذهب علم است، مذهب علم که هر یک مسئله رو به علما میفهمند، با جهل نه.
مذهب اهل سنت و جماعت که قائل به مسلمان حقیقی و حکمی هستند و باید گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانها را تنها به سوی اسلام حقیقی دعوت میکرد و مسلمانی که در این دنیا و آخرت مسلمان است و نجات مییابد این مسلمانی حقیقی است که در ظاهر و باطن او مسلمان باشد، هم در ظاهرش هم در باطنش. خب ولی در حکم دنیا هر کسی که به ما اسلام را ظاهر نمود مثل شهادتین و نماز و از او نواقض اسلام دیده نشود، ما او را مسلمان حکم میکنیم و حکم به ظاهر او می نماییم و قلب او را و چیزی که در سرائر او یعنی پنهان است او را به الله سبحانه و تعالی میگذاریم و میسپاریم که این عقیده برخلاف عقیده خوارج است، زیرا در نزد خوارج این چنین انسانها مجهول الحال و کافر هستند. مجهول الحال در نزد خوارج اهل شهادتین و نماز هستند، یعنی کسانی که شهادتین را میگویند نماز میخوانند، خوارجین میگویند که اینها انسانهای مجهول الحال هستند. ما از کجا میدونیم که این مسلمان حقیقی است یا نه؟ ما مسلمانش گوییم که کافر باشد، در نزد الله چی جواب میگوییم؟ میگه یک شبهه را میپرتوید، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند که من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. هر کسی نماز ما را یعنی شهادتین را بگوید، نماز ما را بخواند و از یعنی که ذبائح ما یعنی که همون مالهایی که ما میکشیم از اون بخورد، این مسلمان است، در ذمه الله و رسولش است. این انسان کتاب به حال یعنی که خوارجین این گونه انسان ها را هم چیکار میکنن؟ مجهول الحال گفته یعنی تکفیر میکنن، مسلمان نمیشمارن. کتاب به حال باطن و اعتقاد آنها معلوم نیست و کفر بر طاغوت را آشکار نکردن. یعنی خوارجین دیگر عقیده دیگری را منتشر میکنند که یعنی به ظاهر حکم کردن چیست؟ زمان به اونها سوال میکنی میگد به ظاهر حکم کردن یک جاهل احمقش و من گفته بود که مثلا ابو حنظله رو میبینی میگوید همین چی خیل بر اومده به توحید دعوت میکرد، همین در نزد من میگد مسلمان است، دیگرو همش مسلمان نیست. اعوذ بالله. اینقدر جاهل احمق هستند که کسانی که در مثلا گیریم کسانی که در گرد و اطراف یک طالب علمی اهل سنت و الجماعه باشد، همون طالب علم مسلمان است، در اطراف بودگی اونها همش کافر است. یعنی در عقیده خوارج باید هر یک انسان برآمده خودش در اینترنت و در همه جا باید اعلام کند که من خیلی عقیده دارم، اما در نزد یک جماعت اهل سنت، در نزد مثال یک دو مسلمانی که عقیدهش آشکار شد، این در نزد اونها قبول نیست، در نزد اینها قبول نیست. و دلیل هایی که در اینجا اومدگی است، ان شاء الله در حلقه چهارم یک به یک ما دلیل ها رو اکنون ذکر میکنیم که وقتمون هم خیلی هم زیادی بد شد، تقریبا 1 ساعت شد، به همین خاطر طولانی بد نشود. از انشاءالله در حلقه چهارم ما دلیل ها رو یک به یک و قول های علما رو در اینجا انشاءالله با شما ذکر میکنیم در این بابت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.